پیام به تمام مهاجران تاجیک که در کدام منطقه دنیا کار و فعالیت زندگی میکنم. من یک فردی تاجیکستان سبحان سعید هستم. همه تا میدونید امروز خدا تعالی ما در همین یک آدم هستم که معیوب هستم، از پاچه محروم هستم. گرچه این پاچه ما مثل چلیکام نیست، این پاچه من به حسابی که از اونو باید پایان بریده میشد که من همین پاچه 1.5 سال به خواب نرفتم. این پاچه به عذاب گرفتم. همین که یک کم این پاچه هم باشه. این پاچه هم باید که به حساب دکتر باید بریده باشد، برای که رگی من کار نمیکند. مبلغ نبود که من همین درد خرم. برای همین من امروز به شما مراجعت میکنم که در جایی که باشیتون، برای که زندگی تاجیکستان امروز برای شما فرزنداتون، خانهاتون در کدام منطقه‌ای که در کدام منطقه تاجیکستانی که برای مهاجرت رفته گشت، برای زندگیتون رفته گشت. من میدونم روز شما احوال شما برادرها، دادرها، اپا، خواهرها، مادرها. برای هم یک برادر عزیز یک شعر نویسندگی بسیار شعر درباره همین مهاجرت با نام عبدالواحد زیور من برای شما قرائت میکنم. برای کسی سخت میرسد عذر، برای کسی که اگر فورا باشد، اگر رحمت کلام. من یک صغیره هستم، فقط میخوام که وطنم آباد باشد، ملت هم آباد باشد. من 35 سال زیاد در روی صحنه هستم، از 15 سالگیم فقط برای مردم تاجیک خدمت کرده هستم. تویشون با معرکه‌شون با 28 سال در وزارت فرهنگ کار کردم در دولت امروزه. خب نه که یگان گر نه قدرم کردن نه امروز خبرم میگیرن. من امروز 30 سال من در 56 رفته هستم. 4-5 سال دیگه حیات دارم ندارم من اینشه خدای تعالی میداند. اگر زنده باشم اگر با شما هستم، لیکن اگر فردا که 1 سال 2 سال که نباشم، اگر در امان خدا باشه، جایی که باشه خونتان آباد باشد. در همین روزی شب که شما همتان مهاجرت برگردید و در همین وطن صاحب کار شویتون و در همین وطن زندگی کنیتون، خونتان آباد باشد. روزایی که در مهاجرت کشیدتون یا که امروزا من میدونم که در روسیه چی احوال است در مردم تاجیک نبینیتون. سلامت باشیتون. من همین شعر برای شما قرائت میکنم. اگر در احساسات داده شما که یکی گریه کنم، اگر من از شما عذر میپرسم. آفتاب اگر مشعله افروزد چی، مهتاب به من دیده اگر دوزد چی. من مهر و محبت شما را خواهم، دادا دلتان به من نمیسوزد چی. پاپوش یگانم دری دست دادا، خوش از سر سختی من پری دست دادا. پایهای کفیدم چنان خونشارم، این حالی مرا سگ ندید است دادا شما کجای دادا؟ حسرت به دلم چرا نآید دادا؟ همسایه برای دخترش کورته خرید، از بحر خدا چکم نماید دادا. در پیش زمستان خنک است دادا، پیراهن خواهرم تنک است دادا. دادرچه هم این سال به مکتب نرود، محتاج به کستم و بروک است دادا. دادا شما مرا میشنوید؟ درد دل بیماری مرا میشنوید؟ من گله بسیار ندارم دادا، این گله افگاری مرا میشنوید؟ دادا دینه 2 شکلات آوردم، پولدار شدم رفته سلات آوردم. از بس که برای خواهرم کورته نبود، از خانه یک زنک خلط آوردم. از شادی خواهرم چنان شاد شدم، یک لحظه از بند گریه آزاد شدم. این ژنده خلط که به گریبان بوده است، از ناله خواهرم با فریاد شدم. دادا سری من و پای شما، یک بار بیاید خالی از جای شما. یک شهرکی خورد و ما جدای امزی هم، دادا وای من و وای شما. دادا زنی جوان بگرفتید، زن قحطی زد است که علمان بگرفتید. از نام خوشی شما چی مانده است دیگر، این لحظه که نام زن کلام بگرفتید.
دادا دادا زیراحتان برگردید، از پیش زنی خودخواهتان برگردید. تا عمر بود انتظارم دادا، بر منزل و بر درگاهتان برگردید. از ملک غریبی دست شوید دادا، گلهای امید خود ببوید دادا. دی شبزن همسایه مرا گفت صغیر، معنای صغیره چیست گوید دادا؟ از زنده شما زنده جدا دادا، از اسب غرور خود فرای دادا. دو دختر و دو پسر دعا مانین است، از خانه آن زنک برای دادا. دادا دادا علم کشیدم دادا، از عشق زیاد نم کشیدم دادا. نادیده جوانی پیر شدم میفهمید، از زنده جدایی غم کشیدم دادا. سلامت باشید برادر عزیز. وقتی که زندگی آدم با یک روزای پستی می آورده است، همه یا رفیق خاطرش می برآورده است. من امروز 20 سال هاست بهانه صحیح بودم، گلستانی معرکه بودم، لیکن امروز چه خدمتی که برای وطن ما کردم، از روزی که جنگ های برادر کشی بود در رسپولیک در جمهوری و لاتینجی بود، من از همین جمهوری هیچ جا نبرآمدم، کارم نپرداختم. در وزارت فرهنگ کار کردم تا 2008. بعد از 2008 من احوال به گرفتار شدم. برای اون آدمایی که این شعر من خوندم، خانه پرستن اصلا زنها دیگه گرفتن و فرزندشون پرستن، نلب با اون آدما که فرزندشون سگره شد، دختراشون از راه برآمدن، راههای نادرست برفتن. برای چی؟ برای یک دهن ها، برای زندگی پیش بردم. برای من مراجعه میکنم به شما، هر کسی که در مهاجرت رفتگی هستی حاجت ما دست گیرید. چند سال که نامده حق توی سگارتون رو باید کنید. من دیگه چی گفتن من نمیدونم، برای که یک آدمی مرده هستم. اگر پا می داشتم، اگر ممکن من امروز بجایی که هر یک مهاجر تاجیک من ایشان خود می رفتم با شما رو برای کنسرت میدادم، اون چیزی که در دلم بود من میخوندم میدادم. همین شعری که از من برای شما قرائت کردم، من آهنگ بستگی هستم، لیکن مبلغ ندارم که از خانه برام یا که ثبت یعنی سودا بکنم. برای برادرای گرامی کلداری که هستند در طرف در مهاجرت در دیگه جمهوری ها که امروز سرداری تاجیک‌ها هستند، تاجیک‌ها نگاه کنید، الهی کم که سربلند باشه، خانه‌تان آباد باشد، با پیش فرزندتان سری بلند که برگردید، خانه در خانه نپرتید. من از 2002 سال از عالم جدا شدگی هستم. بر سر روز عالم ندارم، 4 پسر من خودم کلام کردم، 4 پسرم آدم قطعی هستم من کلام کردم. خدا یگان انسان شکل که من هستم از یگان درد نکرد، یگان درد نکرد، یگان موی سرش واسه ندید. اگر که آدم در یگان کسلی گرفتار میشد این همه اون دو دستگاهی که جوره داری رفیق داری همش گپ بوده. برای سلامت باشیدتون. من کم تنک علم دل کردم به شما. برای همین در کجایی که باشیدتون خاری نمیشه. سلامت باشیدتون مردمی مهاجر. سراپا آهی سوزانم خدایا، پریشانم پریشانم خدایا. 'Sarapahi suzanam khudoya, parishanam parishanam khudoya, 'Parisanam 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 parishanam khudoya, '
در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا. در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا. نمانده تو این صافه به مردم، زی مردم من گریزانم خدایا. شدم نادارمان هم زیری تنم، چی سازم من که انسانم خدایا. شدم نادار و ماندم زیر تنم، چی سازم من که انسانم خدایا. حقیقت جستم و از پای فتادم، تو را من زیر فرمانم خدایا. تو هستی صاحبی حق را بینمای، غلامت من تو سلطانم خدایا. تو هستی صاحبی حق را بینمای، غلامت من تو سلطانم خدایا. سراپای سوزانم خدایا، پریشانم پریشانم خدایا. در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا. در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا. در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا.